سلام. خیلی خوش اومدید به جلسه دیگه از آموزش داینامو. تو قسمت گذشته اومدیم یه سری از نکات ابتدایی و پرکاربرد کد بلاک ها رو دیدیم با هم دیگه. تو این قسمت میخوایم بیایم یکم بیشتر وارد بشیم، یه چند تا چیز دیگه هم راجبش با هم دیگه صحبت کنیم. یکی دیگه از مواردی که شما میتونید توی کد بلاک ها در حقیقت ازشون استفاده کنید تعریف کردن فانکشن یا متد هستش. حالا اسمش میخواد بذارید فانکشن یا متد یا هر چیزی، تو زبانهای مختلف اسم مختلف داره. میتونه از اونها استفاده کنید. برای چیه؟ برای اینه که شما به یه سری عملیات های پیچیده و چک کردن و اینا رو با همدیگه یه جا توی یه متدی انجام بدید، توی یک فانکشنی انجام بدید. اصلا فانکشن چیه؟ یه مثال خیلی ساده بخوایم بزنیم اینه که شما مثلا میخوای بیای به مثلا بچت یاد بدی که بهش بگی برو نون بگیر. خب مثلا امروز بهش میگی که آقا در اتاقو باز کن، از پله برو پایین، برو سر کوچه پولو بده، نونو بگیر، بیا درو باز کن، بیا بالا نونو بده به من. میشه نون گرفتن. فردا دوباره بهش نمیگی که در اتاقو باز کن، برو پایین، فلان کن، دوباره پس فردا بهش همینو بگی. که یه بار بهش یاد میدی که آقا نون گرفتن اینه که درو باز کنی، بری پایین، بری بیای، پولو بدی، نونو بگیری، برگردی خونه. و فرداش دیگه بهش میگی برو نون بگیر. اوکی دیگه مراحلشو بهش نمیگی، چون یه بار واسش تعریف کرد یعنی چی این داستان. متد یا فانکشن هم دقیقا همینه. شما یه فانکشن تعریف میکنید، جاهای مختلف ازش استفاده میکنید. مثلا اگه میخوای بیای مثلا طول یه چیزی رو بگیری، واسه دیوار نمیای طولو بگیری، مثلا get parameter value طول فلان، واسه تیرم بگیری، واسه داکتم بگیری. یه متدی تعریف میکنی که آقا هرچی بهت دادم، صدات کردم، تو طولو به مثلا برگردون، یا بیا مثلا دیوارای زیر مثلا 10 متر رو، مثلا دیوارا رو بهم برگردون، یا حالا هر چیزی. میشه فانکشن تعریف کردن. بریم یه مثال خیلی ساده‌ای بزنیم ازش. یه کد بلاک جدید میسازم برای اینکه خیلی بهتون شلوغ پلوغ نشه. فانکشن تعریف کردن به این شکله که شما اول مینویسید def، یعنی شما من میخوام یه فانکشنی الان دیفاین کنم، سینتکسش و ساختارش به این شکله. یه نکته هم بگم، من الان نمیخوام کد نویسی خاصی کنم یا کد نویسی یاد بگیریم الان، یا خیلی عملیات پیچیده انجام بدیم. صرفا میخوام یه سری از قابلیت‌های کد بلاک رو ببینید. اصلا چیز سختی نیست، خیلی ساده است. ممکنه الان به چشتون ناآشنا باشه، خیلی سخت به نظر برسه، ولی اصلا اینجوری نیست، خیلی ساده است. تعریف کردن فانکشن به این ترتیب که اول می‌نویسی def و بعد اسم فانکشن رو تو می‌نویسی. مثلا اسم فانکشن رو می‌نویسم مثلا علی، هر چیزی دوست داری میتونه اسمش باشه، اسم فانکشن. و بعد پرانتز باز و بسته. آیا تو پرانتز چیزی باید بنویسیم؟ اگر قرار ورودی به علی بدی، آره چیزی بنویس. مثلا اگر قرار پول بدی، نون رو بگیری، و پول رو تو ورودی بدی و بعد تو خروجی نون رو تحویل بگیری. اوکی؟ ولی الان نه، من هیچ ورودی ندارم. و اسکوئر براکت باز و بسته. خب یعنی سینتکسش کلا به این ترتیبه که یه دف مینویسی، اسم فانکشنت، پرانتز باز و بسته و کرلی براکت باز و بسته. این وسط میشه بدنه فانکشن شما، یعنی به این وسط ما میگیم بدنه فانکشن. هر چیزی که میخوای توش بنویسی در حقیقت تعریف میکنی. این میشه الان علی هیچ خروجی نداره، یعنی شما هر وقتم صداش بزنی چیزی بهت بر نمیگردونه. چجوری صداش بزنی؟ هر جایی تو کد بلاکت که به علی نیاز داشتی فقط می‌نویسی علی. می‌بینی اینجا اضافهش کرده. خب و پرانتز باز. اگر ورودی داره میدی، که ورودی نداره علی، به این شکل. یه واچ بذارم. خروجی علی چیه؟ هیچ، یعنی هیچ خروجی نداره. حالا من میخوام خروجی داشته باشم. مثلا میخوام هر وقت علی رو صدا زدم خروجیش باشه سلام. چجوری خروجی رو می‌نویسم ریترن مساویه، یعنی برگردون چی و مثلا سلام رو، دبل کوتیشن باز و بسته. این سمی کالم یا نقطه ویرگول آخر هر خط یادت نره. اینجا چرا نذاشتم؟ چون تموم نشده. چرا تموم نشده؟ کی گفته تموم شده خط دیگه؟ نه، خط من در حقیقت این شکلی بوده. نکن این بوده. خب شما این تو باید بنویسی الان.
ولی من برای اینکه قشنگ‌تر باشه، راحت تر باشه، آوردمش اینا رو اینجوری پایین، خاطر همینه که اینجا هیچ کدوم نقطه ویرگول نداشته. حالا تو بدنه می نویسم ریترن مساویه مثلا سلام نقطه ویرگول. پس من هر وقت علی رو صدا بزنم، هر جایی از کدم علی رو صدا بزنم میگه سلام. اوکی. مثلا میخوام هر وقت علی رو صدا زدم چیکار کنه؟ ورودی بهش بدم، مثلا ورودی اسم خودم رو بدم و بگه مثلا سلام اسم من. پس یه ورودی میخوام، مثلا ورودی بهش هر چیزی تو A B C D E هر چی، مثلا نیم یه اسمی بدی ورودی. خب علی ورودی میخواد، پس شما وقتی صداش میزنی یک ورودی میخواد. الان که می وارنینگ داده خاطر اینکه ورودی داشته ندادی. اسمتو میدی، مثلا میدی اسمم هست مثلا رضا. خب خروجی چی میشه؟ خروجی میشه سلام. پس چرا ننوشت سلام رضا؟ چون که ریترن کردم سلامو. حالا باید ریترن کنی سلام به اضافه نیم، یه اسپیس هم میزنیم میشه سلام رضا. الان چه اتفاقی افتاد؟ یه متدی تعریف کردم که این متدی به اسم علی خب یه ورودی میخواد، میگه آقا ورودی رو به من بده. ورودی الان مثلا جنس اسمه و در نهایت توی خروجی سلام میکنه به اون اسم، میگه سلام به اضافه این ورودیه. حالا هر جایی از تو کدت علی رو صدا بزنی ورودی رو میدی و این خروجی رو چاپ میکنه مثلا سلام اون ورودیه، مثلا سلام A. میبینی نتیجهش میشه این. مثلا چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ مثلا میتونی بیای بگی آقا من یه عدد بهت میدم، خب تو در جواب چیکار کن؟ تو جواب بیام عدد رو ضرب در 2 شو بهم بده. میشه مثلا نامبر ضرب در 2 رو به من بده. عددم اشتباه دیگه، استرینگ دادم بهش، مثلا 2 نکن میده 4 بهش بدم 10 میده 20. من یک متدی ساختم که هر عددی رو بدم تو 2 برابرش رو برمیگردونه. هر عددی بدم تو این علی تو خروجی به من 2 برابرش رو برمیگردونه به همین راحتی. حالا مثلا میخوای بگی آقا 2 برابر رو برنگردون، من بهت میگم چند برابر رو برگردون، مثلا مولتی پلایر هم بهش میدم. خب و تو جواب بهش میگم آقا ضرب کن تو مولتی پلایر، یعنی نامبر رو ضرب کن تو مولتی پلایر، جواب رو بهم بگو. حالا وقتی علی رو صدا میزنی میگه آقا 10 رو ضرب کن تو چی؟ با ویرگول، ورودی ها رو با ویرگول جدا میکن. ضرب کن تو 3 جواب میشه 30. ضرب کن تو 4 ضرب کن تو 20. به این شکل. به همین راحتی شما مثلا یه عملیات شاید مثلا طولانی رو داری، میخوای اینو ضرب کنی، تقسیم کنی، اگه بزرگتر از اون بود این کار کن، کوچیک‌تر بود این کارو کن. برای اینکه چند بار قرار این عملیات ها توی کد، تو در حقیقت کد بلاک تکرار بشه، هی نیایی مثلا 4 خط بنویسی، یه بار یه فانکشنی تعریف میکنی فقط اون رو صدا میزنی و ورودی ها رو بهش میدی. این باعث میشه که هم کدت سبکتر بشه، هم بعدا توسعهش راحت تر بشه. اگه مثلا بعدا خواستی تغییری تو این علی بدی چیکار کنی دیگه؟ نه 10 شد تو پیدا کنی تو کدت کجاها این عملیات ریاضی رو انجام داده بودی و در حقیقت همه رو بری تغییرش بده. مثلا من میخوام اینجا بیام بدون اینکه تو کد پیدا کنم کجا ازش استفاده کرده بودم، مثلا این عملیاتو کالش کردم هر جایی خواستم و این بدنه رو تغییر بدم. مثلا بیام بگم نامبر ضرب در مولتی پلایر مثلا روندش کن. مثلا من اینجا مثلا 4 و 3 دهم، این هم مثلا 21 دهم. عدد روندی که نیستش. حالا میخوام بگم مثلا روندش رو برگردون. روند کردن یه کلاسی داریم به اسم مت. باز میگم من نمیخوام چیزی اصلا یاد بدیم اینجا یا یاد بگیریم، صرفا میخوام چشتون آشنا باشه. مثلا روندش کن یا مثلا به سمت پایین روندش کن. چی رو به سمت پایین روند کن؟ اینو. چه اتفاق میفته؟ هر عددی بدی ضرب میکنه به سمت پایین روندش میکنه. مثلا 86 خورده ای رو بهت نشون میده 86، مثلا 5 خورده ای. میبینی به جای اینکه برم همه جا تو کد هی بیام مت دات راوند رو همه جا اضافه کنم، وقتی میخوام دو تا چیزو تو هم ضرب کنم یه متدی تعریف کردم و تو بدنه اون دیگه هر کاری هر تغییری بخوام میدم. دیدی خیلی ساده است متد تعریف کردن یا فانکشن تعریف کردن توی کد بلاک و ازش استفاده کردن و خیلی هم کاربردیه.
خب باش آشنا میشیم، جلوتر بیشتر کار میکنیم و خیلی جاها در حقیقت کد بلاکمون رو تمیزترش میکنه. میشه فانکشن تعریف کردن. هر جایی هم میتونی تو همین کد بلاک هر جایی بخوای میتونی استفاده کنی. حالا آیا من تو یکی کد بلاک هم بنویسم علی رو میشناسه؟ علی مثلا 2 و 5 مثلا پرانتز بسته به این شکل میشناسه. پس اشتباه گفتم، هر جایی توی این اسکریپت، نه این کد بلاک، هر جایی توی این اسکریپت میتونی بعداً علی رو صدا بزنی. یعنی مثلا من چیکار کردم، مثلا اینجا یه کد بلاکی دارم، میام همه مثلا یه دونه دیگه هم دیفاین میکنم، مثلا یکی دیگه هم دیفاین میکنم به اسم مثلا رهبر، میگم یه نامبر یه مولتی، اصلا به اسم بدیم دیگه چه کاریه، مثلا مولتیپلای. این رنگ وقتی عوض میشه این اسم رزرو شده. خب این اسم رو استفاده نکنید، این رنگ عوض شد. مثلا اینجوری می نویسم اسم رزرو شده. یعنی چی؟ بعضی از اسامی کلاس ها و آبجکت های داخل رویت هم مثلا شما نمیتونید بزنید وال واسه خود رویته، از اونها نمیتونید استفاده کنید. مثلا مولتیپل و مثلا دیو، تو این میام دو تا عدد تو هم ضرب میکنم، تو یکی مثلا میام تقسیم میکنم به این شکل. من اینا رو یه جا تعریف میکنم میذارم کنار. حالا هر جایی که نیاز دارم توی کدم میام ازش استفاده میکنم، میگم آقا 2 رو تو 5 ضرب کن، مثلا یکی هم مثلا 10 و 3 رو ورودی میدم تو، 10 و تقسیم بر 3 کن و حواسم هست که دارم روندش میکنم. اینو اینجا دارم، همه این متدامو تعریف کردم، بعدا میدونم که کجا میتونم بر متدامو دست بزنم، بهترشون کنم، چیزی بهشون اضافه کم کنم اگه باگی باشه. میبینی خیلی تر و تمیزتر شما میتونی بعدا تو کد بلاکات خیلی راحت از اینا استفاده کنی بدون اینکه دیگه اصلا به اینا کاری داشته باشی. یه نکته میگم، اگه ورژن الان دیگه حالا خیلی ورژن های بچه ها قدیمی نیستش، تو ورژن های قدیمی تر داینامو، خیلی قدیمی تر، نمیتونستی متد رو تو کد بلاکی تعریف کنی و تو کد بلاک دیگه استفاده کنی. الان یا چند سال دیگه اینا اضافه شده. این میشه پس تعریف کردن فانکشن. بریم نکته بعدی. نکته بعدی اینه که اگه شما بخوای شرط تعریف کنی چی، مثلا اگه بخوای بگی اگر مثلا عدد من کوچکتر از این بود اینو برگردون، اگه بزرگتر بود مثلا اونو برگردون. خب چجوری تعریف کنم؟ اول همجوری ساده اینجا بنویسم ایف نوشتن یا شرط چک کردن توی کد بلاک به این ترتیبی که مثلا میگه آقا من یه ورودی دارم مثلا اینپوت، خب اگه این اینپوت کوچیکتر از مثلا 10 بود، خب اینجوری می نویسیم مثل اینپوت کوچیکتر از 10، این حالت ایف داره. خب همون مثل نودای ایف توی خود داینامو میمونه. اگر کوچکتر از 10 بود اول شرط تو می نویسی، اگر این اتفاق افتاد حالا چیکار کن، مثلا به من بگو مثلا کوچیک، در غیر این صورت بگو بزرگ. خب پس سینتکس به این ترتیب، اول شرط تو میگی شرط من چیه، علامت سوال یعنی چی؟ یعنی اگر این شرط صادق بود حالا یه کاری بکن، من بهش گفتم که جواب میشه کوچیک. 2 نقطه یعنی در غیر این صورت چیکار کن، مثلا به من بگو بزرگ. شما اینجا میتونی بیای 4 تا چیز رو تو هم ضرب کنی، یه فانکشن رو کال کنی، فلان کنی، بهمان کنی، کار مختلف میتونی انجام بدی. در غیر این صورت هم همینطور میتونی کارهای مختلف کنی. من صرفا گفتم یه چیزی بنویسه واسه. حالا میگه مثلا ورودی رو به من بده، من مثلا ورودی رو بهش میدم نامبر اسلایدر بذاریم، این واچر هم بذاریم اینجا. الان نگاه کن نوشت کوچیک، چرا؟ چون ورودیم 1. میگه آقا آیا 1 که این اینپوتت کوچیکتر از 10 آیا کوچیکتره؟ بله، پس بنویس کوچیک، در غیر این صورت بنویس بزرگ. اینا که الان 1 2 3 4 هنوز میبینیم اون بغل نکن نوشته کوچیک، به محض اینکه از 10 رد شم نکن نوشت بزرگ. میبینی اون شرط داره اون تو چک میشه
و به شما جواب میده. به اینا میگیم حالت شرط چک کردن. خب باز این تو، آیا حالا این تو خودش میتونم دوباره شرط بذارم، میگم اوکی حالا آیا کوچکتر از 10 بود، اوکی حالا آیا مثلا کوچکتر از 5 هم هست یا نه. خب باز میتونم شرط های تو در تو بذارم. چجوری میشه؟ مثلا بگم چی؟ بگم مثلا اگر کوچکتر از 10 بود بله، حالا بیا دوباره چک کن. اینپوت کوچکتر از 5 علامت سوال، بقیه‌شو نبینا، نکن الانم تیکه وسط رو پر میکنم، این اصلا بقیه‌شو نبین. این تیکه وسط یعنی این اگه شرط صادق بود خودش میتونه دوباره تو شرط داشته باشه. آیا اینپوتم کوچکتر از 5 مینویسم مثلا خیلی کوچیک، در غیر این صورت مثلا مینویسم یه ذره کوچیک مثلا. الان چه اتفاقی میفته؟ اینجوری میشه که میگه آیا عدد تو زیر 10؟ اگر بله میاد این تو، اگر خیر میره این تو. حالا اگر بله دوباره چک میکنه آیا زیر 5؟ اگر بله میاد اینجا، اگر خیر میره اینجا. یعنی میتونه شرط های شما هم حتی تو در تو باشه. الان نگاه کن، اگه مثلا عدد من باشه 0 میبینی نوشت خیلی کوچیک، اگه باشه 3 بازم خیلی کوچیک، 4 خیلی کوچیک، 5 خیلی کوچیک، 6 یه ذره کوچیک. میبینی قبلش میبینی خیلی کوچیک بود، 6 یه ذره کوچیک، هنوز زیر 10 ولی دوباره اینجا داره شرط چکش میکنه. ولی اگه بره بالای 10 مثلا بشه 14 میشه بزرگ. میبینی؟ خب اینا خیلی کمک میکنه. مثلا شما اینجا تو همینا باز میتونی استفاده کنی از این شروط، بگی آقا ورودی من اگه این شرایط داشت مثلا اینو برگردون، اگه اون شرایط داشت مثلا اونو برگردون. میتونی قشنگ با اینا چکش کنیم. مثلا مثال بزنیم تو همین مثلا ضربه، یه مثال بزنیم بگیم چی؟ بگیم مثلا اینطوری داره ضرب میکنه دیگه، چه مثالی بزنیم؟ مثلا بگیم یه ریزالتی تعریف کنیم، یه در حقیقت وریبلی به اسم ریزالت. بگیم آقا اگه بیا تو این چیزه تعریف کنیم، تو این دیواید تعریف کنیم. نکن الان دیواید من به چه شکله؟ نکن الان میاد 10 رو تقسیم بر 3 میکنه دیگه. اگه من مثلا 3 تقسیم بر 10 چی میشه؟ 0 میشه. چرا؟ چون روندش کردی. 3 تقسیم بر 10 زیر 1 میشه، روندش میکنه میشه 0. حالا اگه من بخوام بگم چیکار کنم، بیام بگم آقا اگه عدد بزرگه رو تقسیم بر کوچیک کن، همیشه کاری نداشته یوزر چی بهت میده، همیشه بزرگه رو پیدا کن تقسیم بر کوچیک کن. خب تو همین دیواید می‌نویسم ریزالت یا نتیجه ای که من میخوام برگردونی رو این تو می‌نویسم. میگم اگه نامبر کوچیکتر از مولتیپلایر بود، علامت تعجب یعنی شرط صادقه، ریزالت من میشه نامبر تقسیم بر مولتیپلایر. در غیر این صورت پس مولتیپلایر بزرگتر از نامبر دیگه، بیا مولتیپلایر رو تقسیم بر نامبر کن، اینم نقطه ویرگول. و در جواب ریزالت رو روندش کن، برگردون دیگه، اینجا اینو تقسیم نکن. تو این ریزالت شما یه عددی به دست میاری، تو این ریزالت یه عددی به دست میاری که اگه نامبره بود کوچیکتر از مولتیپلایر بود، چون من برعکس نوشتم، اگه نامبر بزرگتر از مولتیپلایر بود بیا نامبر رو تقسیم بر مولتیپلایر کن. در غیر این صورت مولتیپلایر تقسیم بر نامبر کن. چه اتفاقی افتاد؟ این وری بنویسی 10، این ور بنویسی 10، هیچ فرقی نمیکنه. این بنویسی 10، اینو بنویسی 3، اون تو داره چک میشه، هر کدوم بزرگتر بود تقسیم میکنه. خب این خیلی کمک میکنه دیگه. شما میتونی توی این در حقیقت فانکشنات عملیات های مختلف رو حساب کنی و فلان کنی، بگی اگه پارامتر مساوی این بود، اگه مثلا وال بود این پارامترش رو بگی، اگه مثلا
چه میدونم بیم بود مثلا این پارامترشو بگیر، نمیدونم اگه این پارامتر رو نداشت اون پارامتر رو بگیر. میتونی با اینا قشنگ بازی کنی. حالا من یه سری مثالای ساده با اعداد زدم که درک کنید قشنگ که چه اتفاقی داره تو این چیزا میفته. و فقط نکته‌ای که شما باید تو این جلسه به گوشتون خورده باشه اینه که چجوری فانکشن تعریف میکنیم، با چه سینتکسی تعریف میکنیم و شروط چیه، چجوری شرط تعریف میکنیم. شرط هم به همین راحتی، حالا این میتونه بزرگتر، کوچیکتر، مساوی، این چیزا باشه. اگه این کوچیکتر بود علامت سوال شرط صادقه، علامت دو نقطه شرط صادق نیست. چی برگردونه، چی کار کنه، چه اتفاقی بیفته. به این ترتیب. حالا باز تو این متن مثلا شما الان متن راوند رو دیدی، خب چیزهای مختلف داریم دیگه، این عملیات ریاضیه دیگه، حالا جای مختلف میتونی ازش استفاده کنیم. مثلا مت دات نکن ببین چیار داره دیگه، رندوم مثلا یه عدد رندوم واسه تولید میکنه از این مثلا از 0 تا 10 مثلا. بعد مثلا ABS میاد قدر مطلقش رو میگیره، شما میگه آره هر عددی به من بدی من مثبتش رو بهت میدم، مثلا منفی 10 بدی هم مثلا اینجا اینا رو اول قدر مطلقشون رو بگیری، بگی آقا اگه منفی 10 بود قدر مطلقش رو تقسیم کن ABS. یا مثلا سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت، مثلا مین میشه مینیموم، مکس میشه ماکسیموم، فلور میشه روند به سمت پایین، سیلینگ میشه روند به سمت بالا، لوگاریتم. عملیات ریاضی دیگه، عملیات ریاضی رو میتونی تو این کتابخونه متن پیداش کنی اگه نیاز داشتی بهش. به این شکل یه سری در حقیقت وریبل های دیگه هم داریم به جز لیست ها که تقریبا پرکار برده، که یکیش دیکشنری هست. خب ولی من حالا طبق تجربه دیکشنری الان نمیگم، اوکی رد میشیم فعلا ازش. یکم دوست دارم بیشتر با این حالا لیستا کار کنیم، دستمون بیاد کد بلاک یکم بیشتر کار کنیم و بعد دیکشنری رو بگم. دیکشنری خیلی ساده است، مثل لیست دقیقا ساده است، ولی میخوام خیلی مطالب الان خیلی گنده نشه تو ذهنمون. سعی کردم تمام تلاشمو کردم که تا حد ممکن ساده بیان کنم که گیج نشید خدای نکرده. ولی با این حال اگر موردی مبهم موند حتما که تمرین کنید، حتما این کاری که من کردم خودتون انجام بدید، سرچ کنید، خیلی جالبه، خوشتون میاد حتما. ولی اگر موردی بود حتما تو کامنت بنویسید، خوشحال میشم کمکتون کنم. تو این جلسه کد بلاک رو پس تا همینجا نگه میداریم، جلسه بعد میریم سراغ مبحث بعدیمون. ولی همه این مباحثی که داریم میگیم رد میکنیم، بعدا در آینده برمیگردیم هی کامل و کامل ترشون میکنیم. الان خیلی مثالای غیر کاربردی عجیب غریب یا نقطه رو فضا اضافه کنه، خط بکشون، نمیدونم شکل بکشون، اینجا که بهش دردمون نمیخوره من ترجیح میدم نگم. مرسی که تماشا کردید، ممنون از همه حمایتاتون، لایک، کامنت، ساب فراموش نشه و تا جلسه دیگه خدا نگهدار.